درود فراوان دوستان، من مستر سونیک هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو خفن جذاب دیگه. داخل این ویدیو یک چالش خفن داریم. داستان چالش از چه قراره؟ این دوستمون که تو ویدیو قبلی هم مجازات شده بود، این دفعه به من یه مجازات میده. مجازاتش هم اینه که باید یک مچ کامل از دستوراتش پیروی کنه. برو بریم سراغ ویدیو. خب بعد مدت ها مچ استارت شد و اومدیم تو مچ. دوئل هم هست، 2-4 نیست، دوئله. هر کاری که بگه رو باید اجرا کنم و ازش پیروی کنم. خب سلام دوستان، وقت انتقام، لحظه موعود فرا رسید. الان دیگه من شدم رئیس و این شده بادیگارد من و به عنوان اون آب نبات ترشی که دادی میخوام پارت کنم. البته که این چالش به اون نمیرسه، به هیچ عنوان نمیرسه. آب نبات ترشی که تو بازی زیاد برام مهم نیست، ولی خب اون که تو خوردی به من قشنگ جیگرم خنک شد. بله الان زجر میدم بهت، وایسا. خب اولین چالشش اینه که بیایم پوتینو، که ما اومدیم پوتینو. خب الان من بهت بگم بدون گام برید فایت بدی، بدبخت بنده خدا. الان شما اجازه میدهید من بعد گام بردارم؟ بله. خب اولین گانی هم که اومد دستمون مینیوزی بود که با برکت مینیوزی. امیدوارم که مچ خوب بشه. خب همه چی که میتونم بردارم دیگه. لوت فعلا آزاد داره؟ فعلا آره، هر چی خواستی بردار تا زمانی که من شاید خواستی. خب حالا اینجا چیزو برنداریم. تراگون عشق تراگون فشار میده. دنبال من بیا، من این آرسناله رو تو ذهنم دارم. گام بردار اگه میخوای. آرسنال تو ذهنت داری؟ فکر نکنم به آرسنال برسیم، فکر نکنم. خب بس بریم، ولش کن بریم. خب بریم سمت پایین اون ورا. البته که من دنبال تو میام دیگه، هر کاری بگی انجام میدم. به نظرم خیلی بد داری از چالش استفاده میکنی، ولی خب میتونی شاید هم بخوای وسط فایتا چالش. نمیخوای عذابت بدم بهت بگم برو با مشت فایت بده؟ نه شاید هم بخوای وسط فایتا عذاب بدی، معلوم نیست. دوستان اگه دیدید این گانه رو برداشت، نگاه کنید انداختش ها، چون چیز بود برداشت. لوت خودکار خودش برمیداره دیگه. دنبالش بریم همینجوری. انمی ها جنمی. بیا مدگیل بده. مدگیل بیا مدگیل بردن. حال خوشی ندارم، دست از سر ما بردار. چجور بهت بگم که برو خدا نگهدار. وای حاجی باورم نمیشه، همین وسط فایت کرم ریختی، کرمت میلوله تو. خب باید یخ بزنی بابا، دوباره مرد. وای وسط فایت بیا خوبت شد. البته که منم باید داشتم گفتم باید اجرا کنم و اینا دیگه، سر همینه که میمیرم. وای دهنت سرویس. دست مچ قبلی خدا وکیلی به خاطر چالشی که دادی مردم دیگه. خودت هم که نمی بزنی، ریوایو هم که خب کردی، ولی خب دیگه اونجا پشت یخزن داشت و ترتیبمون رو دادن. خب میریم برای یه مچ خفن جذاب. مچ اصلا باید ببین این دست دیگه میخوام پارت کنم، یعنی میخوام به چالش بدم، مجازات مانند. فکر نکنم. من خودم اینا هستم. پینگو هستی؟ واقعا پینگو من نیستم. تو شاید باشی به خاطر که میخوای به من مجازات بدی، ولی خب من نیستم. فعلا گان و اینا میخوای بردارم. خب گان که کلن داری آزادش میکنی. الان نگاه کن، الان بعد تو بدون گان خواهی چی کار کنی؟ با گان هم هیچ مالی نیستی. الان میگه بیا فعلا گرده رو بردار.
منم یخ برام اینجا بزن و برو 2 تا نمی بزن بیا. نه خودم اینو هستم. ولی من فکر نکنم بتونی چالش رو انجام بدی. چرا میتونم؟ شما اجازه بدی چند ثانیه سکوت بگیری و چالش ندی به آجی من. بدون گان یه جوریه. من وایسم اینجا چند لحظه سکوت بگیر جان. یکی فینگیش بدیم. خب خدا رو شکر یکی رو زدیم. جانم صفا سیتی. بیزونم که اجازه میدهید بردارم دیگه. گام مجازه دیگه فعلا نگفتم چیزی. البته که چون تو بهم گفتی با کورد بزن من با این بیزونه نمیزنم. برش داشتم خیلی کردم مخصوص خودته. خیلی فشاری بازی میکنی کورد. آخه فشار چیه؟ دیگه تو باش فشار ای میدی. بابا ای بابا. بابا بیشرف دارم از اونجا میپرم بالا. خب میتکی زن حالا ببینیم. آها کی فشار میداد؟ یه چیز داشتم میشنیدم. یه هید کردی زدم نبودی ببینی. تی تاپ طلایی. هی از مجازات اولش مجازاتم که نمیشه. من مکس 7 برداشتم اگه اجازه میدی. بردار گان که مجازه. بسوزد در زندان که سوزان. موتگیل میخوای بزنی یا نه؟ نه بذار بیام سمتت. موتگیت فعلا نمیزنم. بیام سمتت. یک چالشم خودم همینجوری بر خودم درست کردم. البته که چالش نمیشه. نه من خواهی موتگیل بزنی تو راه نزنن تا خطا یکم باتی. نه آخه اینجا نیست. بحث بات بودن نیست. اگه به باتی باشه کاستوم نتیجهشو بچه ها دیدن. اگه دوستان تو کامنت ها بنویسید یه کاستوم دیگه با مجازات بازی کنیم. یه کاستوم دیگه با مجازات. اگه بالای 10 تا کامنت اینو بنویسن میریم یه کاستوم دیگه با مجازات. اگه بالای 10 تا بنویسن کاستوم قبلیو که ولی خب بازم میریم. کاستوم قبلی کی کجا کی؟ اگه دوستان این ویدیو قبلی چنل رو ندیدید حتما برید ببینید که یه کاستوم رفتیم با مجازات ترش ترین آب نبات دنیا. خیلی کاستوم. بیا منو ببر. بابا دستور نده دیگه لام از سر. گفتم در این ویدیو خدا بس دیگه. قرار قشنگ ترتیبم بده. اوه چپ گفتم در این ویدیو عذابی دردناک. فکر نکنم تا اینجاش که به من حال داده. 2 تا کیل زدم. احساس میکنم خودت داری عذاب میکشی چون تو نمیتونی کیل بزنی. من تا حالا زیاد کیل زده بودم دیگه. آره کاستوم مشخص بود. از کاستوم مشخص بود. دوستان آوانس آخه خدا وکیلی با آوانس. ولی خب حتما برید اون ویدیو هم ببینید. حاجی اینمی اینجاست. بزنش یه تیره حاجی یه تیره دست و بالم بسته است. یه تیره فرار نکن. بسوزد در زندانم که نخور. تا هم که ترتیبت دادم. برو ریو چشم. حیف که نمیتونم الان بزنم به خاطر اینکه دستور از بالا از بچه‌های بالا دستور دادم بهم که برم ریوش بدم. رئیس دیگه چیکار کنم. البته فقط تو همین ویدیو. تو بقیه بازم مجازاتم میکنی آب نبات. خب سوپر ریو بده. ها آخه برای چی باید سوپر ریوت بدم؟ آیا زجره دیگه زج. خب برو یه کیل بزن بعد دوره بیا. آریو مریض. آخه برای چی داد؟ باشه اینو خدا وکیلی من خودم اینو هستم برم یکی میرم الان میرم.
بریم با ماشین. اینو واقعا جدا هستم. بریم یه کیل بزنیم و من همین طرفا میمونم تا بیای دیگه. چشم باش آقا، مواظب باش نزنه. فکر نکنم بتونی ها. انشالله به امید خدا میریم سمت کی. همین یارو که داشت ترتیبمون میداد بریم ترتیبشو بدیم. جدی فرمایین؟ فکر نکنم بتونم ترتیبشو بدم، ولی خب بریم. قلبم داشت میگرفت چند لحظه پیش. حاجی مکس 7 دارم. سوار حشمته میگی حاجی تراگونه. با تراگون ترتیبمو داد دوستم. تا درودی دیگر، بدرود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و ساب فراموشتون نشه.